به این اوایل که کارتو شروع میکنی خب اعتماد به نفس خیلی پایینه دیگه. تازه یه کاری رو استارت زدی، از کار قبلی اومدی بیرون، دنیا داره رو سرت خراب میشه، به خودت میگی من پول ندارم الان چیکار کنم، الان دوست دختر چطوری بگیرم. اولین هدفی که با خودت داری اینه که به میزان درآمد ثابتی که از کار قبلیت میگرفتی توی کسب و کارت برسی. من از کار قبلیم قبل از این کسب و کارم شروع کنم حدود 5500 یه همچین عددایی حقوق میگرفتم. وقتی کارمو شروع کردم حدودا بین 6 ماه تا 1 سال طول کشید تا بتونم برسم به این درآمد و وقتی رسیدم گفتم واو من تونستم، من بالاخره تونستم. اما هر چی رفت جلوتر، اعتماد به نفس من رفت بالاتر، دیدم درآمد منم مستقیم داره باش میره بالاتر، چون نوع پرزنت کردنم، نوع کار کردنم داره فرق میکنه. هر چی سقف برای خودم تعیین کرده بودم دیدم هی دارم بهش میرسم، هی دارم سقفو میشکنم، هی دارم میرم بالاتر و متوجه شدم بعد از یه مدت که هیچ سقفی وجود نداره برای درآمد. هر چی اعتماد به نفس تو نسبت به کسب و کارت بره بالاتر، درآمدت هم به همون نسبت بیشتر افزایش پیدا میکنه.